ملت ایران، روزی که مسئولیت پادشاهی را بر عهده گرفتم سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. این قسمت پرستار ولیعهد، نقل قول از علی شهبازی. تا به اون روز رسم بود که تربیت شاهزادگان به مربیان اصیل و با کمالاتی محول شود تا از آنها جانشینانی شایسته و دانا بسازند. اما برای ولیعهد محمد رضا که مادری شیفته غرب داشت وضعیت وارونه بود. فرح دیبا برای رضا پهلوی که میخواست در آینده پادشاه ایران شود پرستاری برگزیده بود به نام مادمازل ژوئل فوبه. ژوئل یک فرانسوی بود با روحیه ضد ایرانی و دچار عقده‌های روانی و بسیار پول پرست، طوری که دوست پسرش به خاطر بداخلاقی و بی‌شخصیت بودنش رهایش کرده بود. بعدها مشخص شد مأمور سازمان جاسوسی فرانسه است. اصلا این زن تعلیم دیده بود برای اینکه رضا رو منزوی کنه و اطلاعات مورد نظر کشورش رو به دست بیاره. وقتی وارد کاخ شد ابتدا به اطرافیان رضا توجه کرد تا ببینه که از کدام یک میتونه استفاده کنه. او بر فرح تسلط یافت و احمد علی اویسی رو هم که شخص نالایق و احمقی بود در اختیار گرفت و بدین ترتیب از اتفاقات داخل کاخ و دربار مطلع می شد. حتی در بین مستخدمین هم به دنبال افرادی بود که برایش کار کنند و اگر فردی چنین نمی کرد فوراً ترتیب انتقال او رو میداد تا خللی در برنامه‌هاش وارد نشه. هر شب ساعت 8 بیرون می رفت و 2-3 نیمه شب باز می گشت. هیچ کس هم حق نداشت از او سوال کنه که کجا بوده. یادم هست که یه شب یکی از نگهبانان کاخ ولیعهد که اسماعیل روزبهانی نام داشت متوجه شد که مادمازل تا ساعت 4 صبح نیومده و رضا پهلوی تا اون ساعت چند بار بیدار شده و از ترس گریه کرده. نگهبان برای اینکه او رو آرام کنه به اتاق او میره. وقتی که ژوئل برمیگرده روزبهانی میپرسه تا حالا کجا بودی؟ ولیعهد چند مرتبه بیدار شد و گریه کرد. مادمازل ناراحت میشه و صبح به فرمانده گارد تیمسار هاشمی نژاد تلفن میکنه که شب گذشته نگهبان وارد آبدارخونه شده و غذای ولیعهد رو خورده و وقتی که از او سوال کرده چرا غذا رو خوردی به او توهین کرده. تیمسار هاشمی نژاد هم بدون اینکه از روزبهانی سوالی کنه دستور انتقال او رو داد. اما فرمانده مأمورین سرهنگ جهانبینی که از موضوع مطلع بود به ایشان گفت تیمسار اینطور نیست، این خانم هر شب ولیعهد رو میگذاره و میره، کسی هم نمیدونه که او به کجا و برای چه کاری میره. روزبهانی به او گفته که ولیعهد چند مرتبه بیدار شده، شما کجا بودی؟ تیمسار هاشمی نژاد میگه پس مدتی روزبهانی رو نگهبان نذارید که فرح دیبا و مادمازل ژوئل او رو نبینن.